سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. خب دوستان، با ویدیوی ثبت نام در بروکر پاکت آپشن در خدمتتون هستیم. دوستان، من یه توضیحی هم خدمتتون بدم. بعضی از دوستان گفتن که خب در رابطه با کاری که قراره انجام بدیم و شرایطش یه توضیحی بدید. من حالا توی ویدیو مقدمه باید این توضیحات رو میدادم، فراموش کردم توی این قسمت این توضیحات رو به شما میدم. خب کاری که قرار ما انجام بدیم تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم، اسمش هست باینری آپشن. باینری آپشن یکی از شاخه های بورس بین الملل هست. ببینید دوستان، بورس بین الملل با بورس ایران خیلی فرق میکنه. توی بورس بین الملل شما از ریزش اون سهام و جفت ارزها هم میتونید سود ببرید. هم از افزایش قیمت هم از کاهش قیمت میتونید سود ببرید و به صورت دو طرفه هست. شما دو طرفه میتونید از این بازار سود بگیرید و سودی هم که شما دریافت میکنید به دلار هست و تنها ابزاری که شما برای استفاده از این کار نیاز دارید یک عدد گوشی تلفن همراه هست که بتونید باهاش سایت باز کنید. در همین حد نیاز به سیستم و سخت افزار خیلی قوی نداره. یک اینترنت معمولی مثل اینترنت های خط موبایل که باز هم میگم اونم نیاز به سرعت خیلی بالایی نداره و استفاده از آموزش ها که ما این آموزش ها رو به صورت رایگان در اختیارتون گذاشتیم و شما با گوشی تلفن همراهتون هر جای دنیا که باشید میتونید درآمد دلاری داشته باشید. و بروکری که داریم بهتون معرفی میکنیم انواع و اقسام خدمات ها به شما میده که شما بتونید سود کنید. ما خودمون یه سری استراتژی ها که خودمون داریم ازش استفاده میکنیم رو در اختیارتون قرار میدیم. در کنار اون خود بروکر به شما سیگنال میده، حتی به شما ربات تریدر میده و حتی به شما کد کپی ترید میده که از تریدرهای موفق بتونید کپی کنید و انواع و اقسام خدمات، مسابقات و حتی توی مسابقات شما میتونید سرمایه اولیه هم به دست بیارید. اگر سرمایه اولیه نداشته باشید میتونید توی مسابقات شرکت کنید، برنده بشید و عرض کنم خدمتتون که حتی بروکر میاد یه مبلغی به عنوان جایزه به شما میده. خیلی خدمات هست که شما بتونید از این بازار کسب درآمد کنید. خب بریم برای آموزش و ثبت نام در بروکر پاکت آپشن. لینک ورود به سایت پاکت آپشن رو زیر همین ویدیو براتون میذارم. پاکت آپشن اپلیکیشن هم داره ولی تا جایی که میتونید از اپلیکیشن استفاده نکنید. اپلیکیشن سایت پاکت آپشن کامل نیست. از طریق مرورگر و سایت وارد بشید و ترجیحاً از مرورگر کروم استفاده کنید. بعضی از دوستان از مرورگرهای دیگه استفاده میکنن، یه سری مشکلات دارن. لینکی که زیر ویدیو گذاشتم رو کپی کنید، توی مرورگر کروم یا فایرفاکس وارد کنید و از طریق مرورگر میتونید ازش استفاده کنید. یه نکته رو توجه کنید، بروکرهای جعلی و کلاهبردار در سطح اینترنت خیلی زیادن. میان مشابه سایت پاکت آپشن رو طراحی میکنن. شما فکر میکنید آدرس سایت پاکت آپشن، وارد میشید، سرمایه وارد میکنید و بعد کل سرمایه‌تون رو بروکر برداشت میکنه و اجازه نمیده که شما دسترسی به اون سرمایه داشته باشید. پس توجه کنید، حتما از آدرس لینکی که زیر ویدیو میذارم، من آدرس معتبرش مخصوص ایرانی ها و بدون فیلتر رو همیشه زیر ویدیوها میذارم. اگر آدرس تغییر کنه آدرس رو آپدیت میکنم. حتما از طریق اون آدرس وارد بشید که وقت خدایی نکرده مشکلی براتون پیش نیاد. خب وقتی که روی اون لینک کلیک میکنید با یه همچین صفحه‌ای روبرو میشید که این زبدر بالا رو میزنید و برای ثبت نام از این گزینه کلیک میکنید. روی این گزینه اولین کاری که میکنید زبان سایت رو به فارسی تغییر میدید که خیلی راحت بتونید متوجه گزینه ها بشید. خب دوباره این گزینه زبدر رو میزنیم. دوباره گزینه زبدر رو میزنید، از طریق این گزینه وارد میشید و گزینه ثبت نام رو میزنید. خب توی قسمت اول ایمیل خودتون رو وارد میکنید. یک ایمیلی رو وارد کنید که بهش دسترسی داشته باشید چون براتون کد تایید ارسال میشه و یک کلمه عبور اینجا خودتون باید ایجاد کنید. کلمه عبوری وارد کنید که یادتون نره و یا یک جا یادداشت کنید. ایمیل و رمز عبورتون که وارد کردید، این گزینه رو نیاز نیست که چیزی توش بنویسید. تیک گزینه قوانین رو میزنید و در نهایت روی گزینه من ربات نیستم کلیک میکنید
و بعد گزینه ثبت نام رو میزنید. یه نکته رو بگم، بعضی از دوستان توی این قسمت مشکل دارن که میگن گزینه من ربات نیستم برام فعال نمیشه، هرچی میزنم تیکش نمیخوره. این مشکل از مرورگرتون هست. اگر مرورگر خوب استفاده کنید، گفتم از گوگل کروم استفاده کنید، این مشکل براتون پیش نمیاد. پس اگر این مشکل رو داشتید، مرورگرتون رو عوض کنید، لینک رو کپی کنید از توی کانال، توی مرورگر جدیدتون وارد کنید، مشکلتون برطرف میشه. خب حساب ما با موفقیت ساخته شد. خب الان شما باید احراز هویت انجام بدید، یعنی باید هویت خودتون رو برای بروکر مشخص کنید. ببینید دوستان، تمام بروکرها، سایت‌ها، صرافی‌ها نیاز به احراز هویت دارن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مطمئن باشن شما یک شخص حقیقی هستید و خدایی نکرده برای استفاده هایی مثل پولشویی و اینها از سایتشون استفاده نمی‌کنید. پس از این احراز هویت نترسید. اگر سایتی یا بروکری از شما احراز هویت نخواست، بدونید که قطعاً میخواد کلاهبرداری کنه. برای احراز هویت دوباره وارد این بخش میشید، گزینه پروفایل رو میزنید، دوباره اینجا گزینه پروفایل رو میزنید و توی این قسمت شما باید آدرس ایمیل خودتون رو وارد کنید. گفتم یک ایمیلی وارد کنید که بهش دسترسی داشته باشید. الان وارد صفحه ایمیل خودتون بشید. خب یک ایمیل تایید براتون اومده که شما باید ایمیلتون رو تایید کنید. یک همچین ایمیلی دریافت میکنید، روی این گزینه میزنید و ایمیل شما با موفقیت تایید شد. میریم سراغ گزینه های بعدی. اجازه بدید من دوباره زبان رو فارسی کنم. خب میریم سراغ گزینه های بعدی. توی این قسمت نام خودتون رو وارد میکنید. توی این قسمت نام خانوادگی خودتون رو وارد میکنید. یه نکته رو توجه کنید، نام خانوادگیتون و تاریخ تولدتون دقیقاً مطابق اون مدرکی که میخواید ارسال کنید باید باشه. به طور مثال شناسنامه یا کارت ملی، البته شناسنامه قابل قبول نیست، گذرنامه، کارت ملی و گواهینامه. به طور مثال شما توی فامیلیتون یک پسوندی دارید، حتما باید اون رو توی این قسمت وارد کنید وگرنه تو قسمت احراز هویت به مشکل میخورید. پس این موضوع رو هم در نظر بگیرید. توی این قسمت نام خودتون، توی این قسمت نام خانوادگی، ایمیل هم که تایید شده. توی این قسمت شماره تلفنتون رو وارد میکنید، یک شماره موبایل که روشن باشه، بهش دسترسی داشته باشید چون باید تاییدش کنید و براش کد ارسال میشه. توی این قسمت هم تاریخ تولدتون به میلادی رو وارد میکنید که الان بهتون میگم به چه صورت باید وارد کنید. خب من نام خودم رو وارد کردم. ببینید دوستان، روی این قسمت که نوشته خالی کلیک کنید، کادرش براتون میاد که شما مثلا نام خانوادگیتون رو وارد میکنید، حالا هر پسوند یا پیشوندی هم داره وارد میکنید و این گزینه تیک رو میزنید. توی این قسمت هم شماره تلفنتون و حالا اینجا باید تاریخ تولدتون رو به میلادی وارد کنید. خب یه نکته‌ای وجود داره، شما برای اینکه بخواید تاریخ تولد خودتون رو به میلادی تبدیل کنید، توی گوگل سرچ میزنید مبدل تاریخ. کلی سایت های مبدل تاریخ براتون میاد که به طور مثلا من وارد این سایت شدم. خب توی این سایت شما تاریخ تولد خودتون رو وارد میکنید. من الان تاریخ تولد خودم رو بزنم. گزینه تبدیل رو که بزنید هم میلادیش رو براتون میاره هم قمریش رو. الان تاریخ تولد من به میلادی میشه 15/6/1989. همین رو توی سایت وارد میکنید. خب این هم از قسمت تاریخ تولد و گزینه این تیک رو میزنید. یه چیزی هم توجه کنید، این مشخصاتی که شما پر میکنید
خیلی دقت کنید. زمانی که اسمتون رو وارد کردید، نام خانوادگیتون رو وارد کردید، دیگه قابل تغییر نیست. اگر بخواید تغییرش بدید باید به پشتیبانی پاکت آپشن پیام بدید و به این صورت هم نیست که بگید خب حالا اینو اشتباه کردم برم یه حساب دیگه بسازم. نه، این خلاف قوانین هست و حساب هاتون مسدود میشه. شما توی هر بروکر فقط یک حساب کاربری میتونید داشته باشید. پس زمانی که میخواید مشخصاتتون رو وارد کنید خیلی با دقت این کار رو انجام بدید. شماره تلفنتون رو هم وارد میکنید و تاییدش میکنید. شماره تلفنتون رو هم حتما باید با مثبت 98 که کد ایران هست وارد کنید. این تیک رو میزنید. خب شماره تلفنتون هم این قسمت ثبت شد. خب میریم برای احراز هویت. خب توی این قسمت ما کشور خودمون رو انتخاب میکنیم که من روی ایران میذارم و گزینه تایید رو میزنم. خب صبر میکنیم تا از ما مدارک بخواد. خب اینجا میگه نوع سند خودتون رو انتخاب کنید. خب مدارکی که بروکر پاکت آپشن قبول میکنه کارت شناسایی یا کارت ملی هست، گذرنامه، مجوز اقامت و گواهینامه رانندگی. یکی از این 4 تا رو اگر دارید میتونید باهاش احراز هویت کنید. و نکته دیگه این که رسید کارت ملی برای بروکر قابل قبول نیست. اگر هیچ کدوم از این مدارک رو ندارید میتونید با مشخصات یکی از اعضای خانواده‌تون توی بروکر ثبت نام کنید و فعالیت کنید. حالا من کارت شناسایی رو میزنم. ببینید اینجا قشنگ برام توضیح داده که به صورت روشن و شفاف با کیفیت خوب حتما دوربین گوشیتون رو لنزش رو تمیز کنید و بدون برش. یعنی اینکه شما از کل کارت ملیتون عکس میگیرید، مثلا روی فرش گذاشتید، روی میز گذاشتید، دیگه نیاز نیست دورش رو با نرم افزارهای ادیت ببرید، همونجوری براشون ارسال میکنید. حالا من الان براتون کامل توضیح میدم. گزینه بعدی رو میزنید. خب از شما دسترسی میخواد که دوربینتون رو فعال کنه. گزینه اجازه دادن رو میزنید. صبر میکنیم. خب الان برای ما دوربین رو فعال کرد. من کارت ملیم رو وسط کادر میذارم جوری که خودم توی تصویر ببینم تمام مشخصات من قابل رؤیت باشه. خب ببینید من از کارت ملیم عکس گرفتم و اینکه اصلا نیاز به دوربری و اینا نیست. گزینه پذیرفتن رو میزنم. خب الان میگه از پشت کارت ملیت برای من عکس بگیر. مدرک رو پشت رو میکنیم و عرض کنم خدمتتون که یک عکس واضح هم از پشت کارت ملی میگیریم و گزینه پذیرفتن رو میزنیم. زمانی که شما از مدرکتون عکس میگیرید خودتون توی عکس نگاه کنید، ببینید مشخصاتتون خاناس قابل خوندنه، بعد اون موقع گزینه پذیرفتن رو بزنید. خب عرض کنم خدمتتون که مدرک ما رو پذیرفت و حالا نیاز به سلفی داره. میگه که من باید از چهره شما سلفی بگیرم. خب این مرحله رو هم با هم دیگه پیش میریم تا شما ببینید که به چه صورت هست. گزینه آماده هستم رو میزنید. صبر میکنیم تا دوربین فعال بشه. خب ببینید چهره خودتون رو، اجازه بدید من بچرخم نور بهتر بشه. خب چهره خودتون رو توی این کادر قرار میدید. خب ببینید سرتون رو به چپ، راست، بالا پایین میچرخونید و ثبت میکنید گزینه در حال پردازش. خب چهره ما رو هم الان اسکن کرد. ببینید خب بعضی از دوستان میگن من هر کاری که میکنم این ویدیو سلفی برام درست انجام نمیشه. خب نور محیط رو شما در نظر بگیرید. الان همونطوری که دیدید خب پشت من نور زیاد بود، من جام رو عوض کردم. سعی کنید پشتتون یه دیوار سفید باشه. شرایط رو جوری مهیا کنید که اون ربات بتونه چهره شما رو به درستی تشخیص بده. خب الان احراز هویت ما به همین سادگی انجام شد و گزینه بعدی رو میزنیم.
ببینیم که دیگه از ما چی میخواد. خب یکم صبر میکنیم اینها رو چک کنه. ویدیو سلفیمون رو ازمون قبول کرده، داره سند هویتیمون یا کارت ملیمون رو چک میکنه و تاریخ حالا اون مدارکمون رو. خب سند هویتیمون رو هم تایید کرد. خب احراز هویت ما تکمیل شد. به همین سادگی شما توی سایت پاکت آپشن میتونید احراز هویت کنید و باز هم میگم احراز هویت مهمترین چیزیه که شما باید انجام بدید. اگر سایتی از شما احراز هویت نخواست قطعاً بدونید که اون سایت میخواد کلاهبرداری کنه. خب این هم از احراز هویت ما دیگه، این بخش چیزی نداره و عرض کنم خدمتتون که برمیگردیم به صفحه اصلی سایت. خب گزینه، اجازه بدید من نمودار رو درست کنم روی کندل ها. خب گزینه بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم این گزینه هست که تو آموزش قبلی گفتم چون ثبت نام نکردیم نمیتونم این رو براتون توضیح بدم. اینجا ما دو تا حساب داریم، حساب لایو و دمو. حساب دمو رو کامل براتون توضیح دادم که به چه صورت هست و گفتم چه جوری میتونید شارژش کنید. خب از این گزینه شما بین حساب ها میتونید جابجا بشید که این حساب لایو شما هست که حالا توی آموزش شارژ حساب کامل بهتون میگم که چجوری حسابتون رو شارژ کنید. شما میتونید اول توی حساب دمو تمرین کنید، از استراتژی استفاده کنید، بعد وارد حساب لایو بشید که الان حساب لایو ما موجودی نداره و صفر هستش. خب همون وارد حساب دمو شد. پس از این قسمت هم شما میتونید وارد حساب لایوتون بشید. اینجا گزینه شارژ حساب رو میزنید و حالا یه سری آموزش ها هم هست که بابت این براتون میسازم. وارد حساب دمومون میشیم. حساب دمو هم هر چقدر که دوست داشتید شما میتونید توش تمرین کنید. و یه نکته هم دوباره بابت این سیگنال ها بهتون بگم، این سیگنال ها خیلی میتونه توی سوددهی بهتون کمک کنه. اینجا زده که مثلا 9 ثانیه قبل این سیگنال ارسال شده و این فلش هایی که بغل این سیگنال هست قدرت اون سیگنال رو داره نشون میده. یعنی اینکه خیلی ها تایید کردن که قراره مثلا تو 2 دقیقه آینده این جفت ارز افزایش قیمت داشته باشه و هرچی این فلش ها بیشتر بشه قدرت اون سیگنال هم بالاتره و خیلی راحت شما میتونید این سیگنال رو از این گزینه کپی کنید و روی چارت شما هم این سیگنال قرار میگیره. از این بخش سیگنال ها خیلی میتونید استفاده های خوبی کنید و ازش سود کنید. خب بخش بعدی که باید براتون توضیح بدم بخش مسابقات هست که شما توی این قسمت میتونید مسابقات رو ببینید. عرض کنم خدمتتون که خب این مسابقه الان شروع شده، 10 ساعت و 22 دقیقه دیگه به پایان میرسه، رایگانه، یعنی نیاز به هیچ پولی نداره، شما میتونید راحت وارد این مسابقه بشید و جایزش $250 که بین فکر میکنم 3 نفر یا 5 نفر اول مسابقه تقسیم میشه. مسابقه هم به این صورته که به طور مثال $100 اولیه به شما میده و شما توی این 10 ساعت یا حالا 12 ساعت فرصت دارید که ترید کنید و در نهایت این تایم 3 تریدر برتری که بیشترین موجودی رو کسب کرده باشن بروکر بهشون جایزه میده و این $250 رو بینشون تقسیم میکنه و اون جایزه قابل برداشت هم هست. و یه سری مسابقات عرض کنم خدمتتون که پولی داریم. ما اجازه بدید از این بخش اومد بیرون. یه سری مسابقات پولی داریم که مثلا برای هر نفر $1 هست، شما $1 رو میدید، جایزش هم $100.
و مسابقاتی که اشتراک داره پولیه توش برنده شدن خیلی راحت تره، چون مسابقات رایگان همه توش شرکت میکنن، تعداد شرکت کنندگان خیلی زیاده، ولی مسابقات پولی تعداد شرکت کننده ها خیلی کمه. الان مثلا این مسابقه هزینه مشارکتش $1، شما تو حساب لایوتون که پول داشته باشید پیوستن به حساب رو که بزنید وارد این مسابقه میشید. الان 20 دقیقه دیگه این مسابقه شروع میشه. این مسابقه 6 ساعت و 20 دقیقه دیگه فعال میشه. حالا بعضی از دوستان این قسمت مسابقات ممکنه براشون فعال نباشه. اگه این قسمت براتون فعال نبود باید به پشتیبانی سایت پاکت آپشن پیام بدید که اونها راهنماییتون کنن، که حالا تو ادامه آموزش ها بهتون میگم چجوری با پشتیبانی در ارتباط باشید. این هم باز یه روش کسب درآمد از سایت پاکت آپشن که گفتم روش های خیلی زیادی هست، سیگنال ها هست، کپی ترید ها هست که اون رو هم الان براتون توضیح میدم. مسابقات هست، یه سری ربات ها داره که میتونید ازش استفاده کنید و در نهایت در کنار همه اینها استراتژی هایی که خود ما هم بهتون میدیم هست که میتونید ازش درآمد کسب کنید. خب بریم من کپی ترید رو هم بهتون آموزش بدم. اینجا زده معاملات اجتماعی. خب از این گزینه شما مثلا میتونید معاملات با رتبه برتر رو انتخاب کنید. این تریدرهای برتر هست که میتونید مشاهده کنید، روش کلیک میکنید. خب من اینترنتم قطع شد متاسفانه. خب میتونید پروفایلش رو ببینید، سوابقش رو ببینید، آمار معاملات، آمار اجتماعی، دستاوردهاش. میتونید حتی دنبال کردن رو بزنید که این تریدر رو دنبال کنید، ببینید مثلا تو یه هفته چجوری معامله میکنه، میتونید بهش پیام بدید و اینکه میتونید اصلا معاملاتش رو کپی کنید. عرض کنم خدمتتون که خب این کد کپی تریدش هست که میتونید از اینجا کپی کنید و اجازه بدید ببینم کدوم بخش بود. خب ما تا حسابمون رو شارژ نکنیم نمیتونیم کدی رو کپی کنیم، ولی خب ببینید وقتی که حساب لایوتون شارژ باشه همینجا براتون گزینه کپی کردن میاد. شما میتونید گزینه کپی کردن رو بزنید و معاملات این شخص برای شما به صورت کامل کپی میشه. خب این هم بخش کپی ترید. یه گزینه‌ای داره به اسم در حال انتظار که شما میتونید اینجا یه سری حالا اکسپرت ایجاد کنید، مثلا یه سری معامله ایجاد کنید که جفت ارزتون رو انتخاب میکنید، تاریخ و زمان براش میذارید. مثلا شما تحلیل کردید که ساعت 2 بعد از ظهر قراره این اتفاق تو بازار بیفته و میاد یه معامله پیشفرض اینجا توی این قسمت مشخص میکنید که آقا ساعت 2 بعد از ظهر برای من روی جفت ارز مثلا یورو به دلار یه معامله 1 دقیقه‌ای خرید یا فروش ایجاد کن، که زیاد حالا از این قسمت استفاده نمیشه و کارایی نداره. خب این هم عرض کنم خدمتتون که توضیحات کلی ثبت نام توی بروکر پاکت آپشن. ثبت نام هاتون رو انجام بدید، احراز هویت هاتون رو انجام بدید، توی دمو شروع کنید به فعالیت کردن که قشنگ با بروکر آشنا بشید تا من ویدیو آموزش شارژ حساب رو هم براتون بسازم و حسابتون رو شارژ کنید و انشالله شروع کنید به کسب درآمد. خب مطلب دیگه ای نمیمونه که بخوام بهتون بگم. امیدوارم که همیشه موفق باشید و پرسود. فعلا خدا نگهدار.